در تالار مجلسگاه هیئت رجنسی شهر دوشنبه جلسه کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای کمیته برگزار گردید، نخست خورشید میرزا نایب یکمی پرزیدنت فدراسیون فوتبال کشور جلسه را حسنی آغاز بخشید و روزنامه مجلس را پیشنهاد نمود. طبق روزنامه مجلس، سیف علی شاه قربانوف دایرکتور لیگ فوتبال کشور در خصوص فعالیت لیگ در سال 2021 سخنرانی کرده، برنامه و وظیفه‌ها در سال 2022 را ارائه نمود. اشاره گردید که به خاطر زیاد بودن بازی‌های بین‌المللی هم برای منتخب کشور و هم برای باشگاه‌ها امسال تغییرات در شکل و تعداد دورها ایجاد می‌شود و جهت کاهش سرباری باشگاه‌ها بازی‌های کمتری انجام خواهند داد تا برای اشتراک در بازی‌های بین‌المللی امکان مناسب فراهم آید. در ادامه همچنین صلاح الدین غفورов نیز عاید فعالیت دپارتمنت تکنیکی فدراسیون فوتبال در سال گذشته گزارش داده نقشه‌ها برای سال 2022 را پیشنهاد نمود. در ادامه جلسه همچنین نامزد به وظیفه سرمربی دسته ملی تاجیکستان نیز مطرح شده. نامزدی پتر سگرد متخصص آلمانی با ریشه‌های خرواتی تصدیق گردید. از سوی اعضای کمیته اجرایی وظیفه‌های در نزد سرمربی نوی تیم ملی در سال 2022 مطرح شده. خود پتر سگرد هم باشد ابراز داشت با دستگیری فدراسیون و عائله فوتبالی تاجیکستان برای رسیدن به هدفها تلاش خواهد کرد. در ادامه گزارش احمد جان فرقت دایرکتور لیگ کسبی فوتسال تاجیکستان در سال گذشته نیز از سوی حاضرین شنیده شد و وظیفه و برنامه‌های لیگ در موسم نو پیشنهاد گردیده. اعضای کمیته نظر و اندیشه‌های خود را در موضوعهای مطرح گردیده پیشکش نمودند. یکی دیگر از موضوعهای مطرح شده در جلسه کمیته اجرایی تصدیق سنجش اودیتوری فعالیت مالیوی فدراسیون فوتبال تاجیکستان برای سال 2020 می باشد که از سوی شرکت‌های بین‌المللی اودیتوری صورت گرفته است. در برابر تصدیق این سنجش همچنین بودجه فدراسیون فوتبال تاجیکستان نیز برای سال 2022 پس از بررسی‌های صورت گرفته پذیرفته شد. در انجام گفتگو و مبادله نظرهای سودمند جهت رشد فوتبال در کشور میان اعضای کمیته اجرایی صورت گرفته تاکید شد پیشنهادهای سازنده ابراز گردیده از سوی اعضا دوام چند هفته دیگر مورد بررسی قرار گرفته خلاصه های نهایی به کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال ارائه گردد.